تو چطوری؟ من ایهام هستم. امروز اومده با چیزهای منطقی در ماینکرافت. چرا؟ آره، بریم شروع کنیم ویدیو. خب دوستان، چرا ما وقتی میریم که چرا قیچی با دوتا آهن درست میشه؟ و این قرمزه چیه؟ بهش فصله؟ یکی بهتون بگه این چی بهش فصله خدایا. و بعد شما نگاه کنید، چون وقتی میکنیم شنا میریزه، ولی وقتی سنگ رو میکنیم نمیریزه. منطقی نیست؟ مثلا فکر کن این فرد داره با بلاک میره بالا، تو هرچی میکنی اون بلاک نمیفته. چرا؟ چون من مود. خب و یه منطقی دیگه، چرا ما وقتی میریم غذاهامون رو داخل فرنس میذاریم